خب تا اینجا ما در مورد HTTP اون قسمت هایی که لازم بوده رو صحبت کردیم. تو قسمت آخر مطالبی که خونده بودیم ما از کتاب HTTP Definitive Guide مرور کردیم و توی این قسمت قراره که پروتکل DNS رو بررسی کنیم و ببینیم که پروتکل DNS چیه، چی کار میکنه. من تو قسمت 1 اگه اشتباه نکنم توضیح دادم که دونستن پروتکل DNS برای کسی که میخواد HTTP رو یاد بگیره لزوما الزام نیستش. یعنی یه نفر میتونه بدون اینکه بلد باشه و یاد بگیره DNS چطور کار میکنه میتونه بره حالا جلوتر و مباحث HTTP رو یاد بگیره، ولی خب بهتره که درکی از DNS داشته باشیم، چون عملا وبی که ما امروز داریم میبینیم سایت های مختلف وجود دارن، سرویس های مختلف وجود دارن. به هر حال ما داریم DNS رو میبینیم، مفهوم دامین رو داریم مشاهده میکنیم، پس بهتره که بدونیم DNS چیه. توی این ویدیو میخوایم بفهمیم که DNS چیه و چطور کار میکنه و چه استفاده‌ای برامون داره و یه ذره توی این مبحث دیپ شیم و قسمت بعدی یه مثال عملی شنود و کپچر کردن ترافیک شبکه رو توی وایرشارک انجام میدیم و تقریبا دیگه موضوع دیگه نمیمونه که کاور کنیم. میتونم بگم پارت 1 این سری تمومه و میتونیم بریم پارت 2. حالا تو پارت 2 من اینجا یه لیستی از مطالب رو نوشتم، همونطور که حالا توی چنل تلگرام هم توضیح دادم. پارت 2 دیگه بیشتر مباحث حول خود HTTP و موارد و مباحث HTTPه، مثل اینکه URI چیه، URL چیه، حالا مایم تایپ ها چیان، ساختاراشون، فرگمنت چیه، کلا مباحث URI URL، پیلودهای HTTP رو بررسی میکنیم، درخواستای HTTP چطور روی ساکت ها ارسال میشن، ریسپانسشون چطور برمیگرده. و حالا البته اینی که اینجا نوشتم کامل نیست، باید بشینم تیبل اف کانتنت کاملش رو بنویسم، ولی خب به شکل کلی دیگه مباحث پیش نیاز همین مباحث پارت 1 بودن که ما با دونستن DNS و اون ویدیوی آخر که اونم باز یه ویدیو آپشنال مثل اون مفهوم هشه برای اینکه بهتر درک کنیم دیگه روی HTTP کاری نداریم و در واقع روی فاندامنتال و پیش نیازهای HTTP کاری نداریم و میتونیم بریم و راجع به خود HTTP صحبت کنیم، در واقع با اصل HTTP بیشتر آشنا بشیم. DNS یا دامین نیم سیستم به شکل کلی یک پروتکل که حالا میتونین بهش بگین DNSP، اون پی آخر رو برای پروتکل‌ها میذارن مثل HTTP Hypertext Transfer Protocol، FTP File Transfer Protocol. DNS هم یک پروتکله، ولی خب حالا اصطلاح عمومی‌تر همه بهش میگن DNS، ولی خب DNSP هم اگه بگین درسته. DNS یک پروتکله برای تبدیل نام به IP آدرس، به شکل دقیق‌تر برای تبدیل دامین نیم، نام دامنه، به آی پی آدرس. حالا این دامین نیم که میگیم چیه؟ ببینید ما تو قسمت هایی که در مورد TCP UDP و مفهوم ساکت ها صحبت کردیم گفتیم که خیلی خوب ما OSI رو خوندیم، فهمیدیم HTTP یه پروتکل لایه 7، یه اپلیکیشن لیر پروتکله که بیس شده روی TCP IP. قبلا روی UDP هم بوده ولی خب جدیداً بیس شده روی TCP IP که خود TCP یه پروتکل لایه 4، لایه ترانسپورت، و IP پروتکل لایه 3 هست. اینو گفتیم. بعد تو بررسی مفهوم ساکت گفتیم که اوکی یه سرور میاد مسئولیت یه کاری رو، حالا هر کاری قبول میکنه، مثلا سرور وب، سرور HTTP میاد رو پورت 80 8000 یا حالا هر پورتی که بخواد میاد، اصطلاحا میگیم اسپان میشه، میاد بالا و ریکوست هایی که به اون پورت ارسال میشن و توی اون ساکت بافرش نوشته میشه و ارسال میشه رو میاد میخونه و هندل میکنه و سرور اینطوری جواب میده و کلاینت هم حالا میتونه ریکوست رو بفرسته و جواب سرور رو بگیره. این تعریف پایه مدل سرور کلاینت بود. و گفتیم که HTTP هم که خودش بیس شده روی TCP IP همین شکلی کار میکنه و هر پروتکلی که کلا بیس شده باشه روی TCP IP یا UDP IP باید بیاد روی اون ساکتی که ایجاد کرده، چه TCP چه UDP، دیتا رو بنویسه و دیتا رو ارسال کنه. حالا HTTP با فرمت خودش دیتا رو ارسال میکنه، FTP با فرمت خودش ارسال میکنه و پروتکل های دیگه هم هر کدوم با فرمت خودشون ارسال میکنن. و گفتیم که راه ارتباط برقرار کردن سرورها با هم دیگه و اینکه ما بتونیم به یک سایت وصل شیم اینه که ما آدرس IP سرور رو بدونیم. یعنی مثلا
من اومدم یه سرور آوردم بالا، سرور HTTP روی سیستم خودم آوردم بالا که مثلا حالا هر سروری میتونه باشه، من مثال میزنم سرور وب سرور HTTP آوردم بالا. اگر شما میخواین به سرور من وصل شین، باید IP سرور منو بدونین. مثلا اگه IP سرور من هست 192.168.1.200، شما باید این IP رو بدونین، اینو توی براوزرتون یا هر HTTP کلاینت دیگه‌ای که مفهوم HTTP کلاینت رو توی ویدیوی مرور مباحث از کتاب HTTP The Definitive Guide بررسی کردیم که منظورمون از HTTP کلاینت چیه. بیاین اون آدرس IP رو حالا با پورتی که داره که امکان داره دیفالتش 80 باشه توی HTTP کلاینتتون بهش درخواست بزنین و اون موقع من متوجه میشم که شما میخواین از من یه چیزی میخواین و اومدین به من ریکوست میزنین و قراره به سرور من وصل شین و من میام به شما جواب میدم، به شما ریسپانس میدم. حالا اگر توی اون ساکت اومده باشین پیلود HTTP نوشته باشین، من چون HTTP سرور دارم میام اونو پردازش میکنم و بهتون جواب میدم. هر چیز دیگه هم اگر باشه من خب طبیعتاً به شما جواب معتبری نمیدم دیگه، چون شما پیلود HTTP نفرستادین. که حالا در مورد این پیلود HTTP تو پارت دوم و تو فصل دوم صحبت میکنیم. اما مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که خب سرویس های زیادی هستن که ما روزانه ازشون استفاده میکنیم. گوگل، نمیدونم فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام. ما که نمیتونیم بیایم آدرس IP سرور همه اینا رو حفظ کنیم. حالا مثلا میگیم اینستاگرام و مثلا یوتیوب و نمیدونم تلگرام و اینا رو که با اپشون کار میکنیم، مثلا وظیفه ما نیست آدرس رو حفظ کنیم. اوکی، دیجیکالا مثلا هست، گوگل هست، یا مثلا خیلی از سایت های دیگه ای هستن. سایت های بانکی رو اگه نگاه کنین، مثلا سایت BMI داتایار برای بانک ملیه، اینا شاید همه اون فانکشنالیتی که روی وب میدن و روی اپشون نداشته باشن و شما در نهایت مجبور میشین که از وبسایتشون استفاده کنید و خب معقول نیست و منطقی نیست و به جز این بحث اصلا شدنی هم نیست که ما بیایم IP آدرس تمام این سرویس ها و سایت ها رو حفظ کنیم که بتونیم از خدماتشون استفاده کنیم. اینجا ما یه مفهومی داریم تحت عنوان دامین نیم. نام، حالا فارسی ترجمه کنیم میشه نام دامنه، که میاد هر سرور برای خودش یک نام انتخاب میکنه، یک نامی که برای انسان‌ها ریممبربله، میتونن حفظش کنن. مثلا گوگل میگه خب من اسم کمپانیم گوگله، google.com مال منه. دیجیکالا مثلا میگه من میخوام digicola.com باشم. نمیدونم هر سرویس و هر سایت دیگه‌ای میگه من میخوام این باشم. مثلا بانک میگه من میخوام BMI داتایار باشم. میاد یک نام برای خودش انتخاب میکنه که اون نام برابر با IP آدرسش. قراره که اینطوری بشه. فعلا هنوز به خود DNS نرسیدیم. قراره که هر کس اون نام رو توی مرورگر و تو براوزر یا حالا به شکل دقیق‌تر توی HTTP کلاینتش زد، به اون IP آدرس و به اون سرور وصل شه. DNS کارش همینه. پروتکل DNS میاد اون نامو میگیره و IP آدرس اون سرور رو به ما برمیگردونه. پس با استفاده از DNS ما دیگه نیاز نیست آدرس IP همه سایت‌ها رو حفظ کنیم و میتونیم در واقع خیلی راحت با حفظ کردن نامش که حالا فرم انگلیسی داره و کاملا میتونیم حفظش کنیم، به آدرس IP سرور برسیم و حالا با سرور ارتباط برقرار کنیم. حالا DNS چطور کار میکنه؟ این جدولی که الان میبینین حالا جدول ساده‌ایه و جدول دقیقی هم نیست، ولی خب DNS تقریبا یه چیزی مشابه همینه. دو تا ستون دامین نیم و IP ادرس رو داریم که توی دامین نیم مثلا نوشته شده amazon.com، google.com، openai.com و توی IP آدرس هر کدوم از اونها رو نوشته. و چه اتفاقی میفته؟ مثلا فرض کنید یک DNS کلاینت، چون میدونیم وقتی داریم در مورد پروتکل ها صحبت میکنیم منطقاً پروتکل یک ستی از قوانینه، یه مجموعی از قوانینه. وقتی از یک پروتکل صحبت میکنیم یک کلاینت داریم که داره سمت کلاینت اون پروتکل رو انجام میده و یک سرور داریم که داره قوانین اون پروتکل رو سمت سرور اپلای میکنه و اعمال میکنه. DNS کلاینت که حالا در مورد DNS کلاینت جلوتر صحبت میکنیم میاد از سرور میپرسه، مثلا از سرور میپرسه google.com کیه و DNS سرور میره میگرده بین رکوردهایی که داره. اگر تونست google.com رو بین دامین‌ها پیدا کنه، یا حالا به شکل دقیق‌تر نمیگم google.com، میگم اون کوئری که کلاینت بهش زده، اون پرسجویی که کلاینت انجام داده، اگر بتونه اونو پیدا کنه میاد و IP آدرسش رو به DNS کلاینت برمیگردونه. به این عملیاتی که DNS کلاینت میاد از DNS سرور میپرسه که مثلا google.com کیه، digicola.com کیه و سرور میاد جستجو میکنه و نتیجه رو بهش برمیگردونه، میگن ریزالو کردن. اصطلاحاً بهش میگن DNS ریزالوینگ.
الان میخوایم بررسی کنیم که فلو و متدی که DNS ریزالوینگ انجام میشه مرحله به مرحله به چه شکله و چه اتفاقی میفته که از سیستم ما از لحظه‌ای که DNS کلاینت ما درخواست رو به سمت سرور ارسال میکنه چه اتفاقایی میفته که DNS سرور در نهایت IP آدرس اون سروری که میخوایم بهش وصل شیم رو به ما برمیگردونه. اول اینکه اینجا یه توضیح بدم، از اونجایی که DNS فقط میاد دامین رو به IP تبدیل میکنه لزوماً چیزی نیستش که مرتبط با فیلد HTTP و وب باشه. شما میتونید از DNS هر جای دیگه هم استفاده کنین، روی هر پروتکل دیگه هم میتونید استفاده کنین، چون امکان داره مثلا میخواین از یک پروتکل خاص استفاده کنین، مثلا پروتکل SIP یا پروتکل FTP و به هر حال باز نیاز ندارین که آدرس IP سرور رو حفظ کنین. DNS اونجا هم طبیعتاً کار میکنه و میتونین بهش بگین مثلا google.com کیه و بیاد IP آدرسش رو بهتون بده و شما وقتی IP آدرس سرور رو دارین میتونین فقط حالا با اون پورتی که کار دارین و حالا هر پروتکلی رو اون پورت ران باشه میتونین با سرور روی اون پروتکل ارتباط برقرار کنین. الان میخوایم این فلو DNS ریزالوینگ رو بررسی کنیم و ببینیم که این عملیات ریزالو شدن چطور انجام میشه. خب مرحله یکش کلاینت ما، حالا کلاینت هر کسی میتونه باشه، میتونه یه دیوایس اندرویدی باشه، میتونه یه سیستم باشه، میتونه یه براوزر باشه، هر چیزی میتونه باشه. تلاش میکنه که با سرور ارتباط برقرار کنه. مثلا من میخوام برم تو google.com وارد براوزرم میشم، google.com رو تایپ میکنم، اینتر میزنم. کلاینت میشم من، سرور اون سرویس مقصدی که میخوام ازش استفاده کنم میشه google.com و کلاینت پروگرام اینجا میشه براوزر من. اگر من بخوام همین درخواست و همین کار رو با کرل انجام بدم، تو قسمت‌های قبل در مورد کرل صحبت کردیم، میام مثلا الان جای اینکه از براوزر استفاده کنم میام ترمینال رو باز میکنم، میگم curl google.com، حالا یه www هم قبلش میزنم و جوابو میگیرم. یا حالا اگه اینو نزنید خب بهتون میگه که باید روی ساب دامین www باشه و بهتون در واقع 301 میده و میگه موو شده. اینجا وقتی من با کرل دارم بهش وصل میشم، کلاینت پروگرام من کرله، روی براوزر براوزره، روی هر اپ دیگه‌ای که شما استفاده کنید میتونه متفاوت باشه. پس نکته‌ای که اینجا هست اینه که اول کلاینت باید بخواد با سرور ارتباط برقرار کنه. تا زمانی که نخواد که اتفاقی نمیفته. که کلاینت هر وقت بخواد با سرور ارتباط برقرار کنه با استفاده از کلاینت پروگرام که حالا میگم میتونه براوزر باشه، میتونه DNS کلاینت باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه، میاد و از سرور، از DNS سرور درخواست میکنه. مرحله دوم، استاب ریزالور میاد توی DNS های کش شده توی سیستم خودتون یا حالا هر کلاینتی که میخواد با سرور ارتباط برقرار کنه میگرده که ببینه IP متناسب با دامینی که بهش گفته شده وجود داره یا نه. استاب ریزالور چیه؟ استاب ریزالور یک OS level کامپوننت، یکی از اجزای سیستمه که برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه هر بار این درخواست‌های DNS کوئری ها فرستاده نشن، میاد یک بار که در واقع DNS کوئری زد و جوابو گرفت کش میکنه دیتا رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد IP google.com رو یه بار به دست میاره، مثلا سیستم من میخواد برای اولین بار وصل شه به google.com. اولین بار حالا این فلویی که قرار راجبش صحبت کنیم و طی میکنه و IP google.com رو به دست میاره. دیگه میاد IP google.com و سیستم توی خودش ذخیره میکنه. مثلا میگه حالا 202.200 هر چیزی IPش توی استایل قبل هست. 216.239.128.120 اینو میاد سیو میکنه به شکل متناظر، میگه این IP برای دامین google.com. و از سری بعد که هر DNS کلاینت دیگه‌ای خواست IP google.com رو به دست بیاره، استاب ریزالور میاد توی کش خودش سرچ میکنه و اگر بتونه اون IP آدرس رو پیدا کنه دیگه همونو مستقیم به کلاینت پروگرام میگه و دیگه نیاز نیست این پروسه ریزالو کردن به شکل کامل طی بشه. پس مرحله دوم استاب ریزالور. این فلویی که الان دارم توضیح میدم هر مرحلهش زمانی جلو میره که اون مرحله نتونه IP آدرس رو به دست بیاره. پس منطقاً اگر ما بخوایم از مرحله دوم به مرحله سوم بریم، یعنی استاب ریزالور هیچ دیتای کش شده ای نداره که بتونه یک رکورد ارائه بده که IP آدرس و دامین متناظرش با هم دیگه برابر با اون چیزی که کوئری زده شده باشه. یعنی مثلا اگر من میخواستم برم توی google.com برای اولین بار، طبیعتاً سیستم من IP گوگل رو نداره و از این مرحله دو دیگه رد میشه. استاب ریزالور کاری نمیتونه بکنه.